خبرگزاری سپوتنیک درباره توجی عثمان بابای آوازخوان تاجیک مقیم روسیه منیژه سنگین تفصیلات جالبی را پیدا و نشر کرده است. با گفته پیوندانش شجره آنها تا به خود شیخ کمال خوجندی میرسد. توجی عثمان باشد تا سالهای 50 مدت زیاد در ساختارهای امنیت شوروی در ایران و افغانستان خدمت کرده. بعد بازگشتش سردبیر مجله هجوی خارپشتک شده است. توجی عثمان همچنین 3 دفعه ازدواج کرده. زن دویمش کپیتالینا باگامولووا یک خانم یهودی بود که بعدتر با باباجان غفوروف ازدواج کرد. نیمه های دویم سالهای 50 توجی عثمان با ارگشای سنگینووا یک خانم جوان خوجندی خانه‌دار شد. فرزند دوم آنها نجیبه مادر منیژه سنگین است که سال 1960 تولد شده است. توجی عثمان را سال 1937 در عین اوج تعقیبات استالینی در یک روز با رئیس مشهور کلخوز سید خواجه اونون خوجایف حبس و دشمن خلق کردند. ولی بنا به نقل نبیره او انور عثمانوف بابایم از زندان با یک همدیه‌اش با نام عبدالله که در انکویده شهر بیکوبوت کار میکرد مکتوب بیگناهی می نویسد. از بس که بابایم را خود استالین ورشیلوف و دیگر رهبران شوروی می شناختند او و اورون خوجایف را سال 1939 سفید کردند. با گفته پیوندانش توجی عثمان چند سال در ایران برای ساختارهای امنیتی شوروی کار کرده، از جمله به فرار کمونیست های ایرانی از حزب توده به SSR کمک میکرد. نزدیکانش میگویند توجی عثمان همچنین عضو گروهی بود که مسئولیت تامین امنیت ملاقات سه‌گانه بزرگ استالین، روزولت و چرچیل را در سال 1943 در تهران به دوش داشت. در اول سالهای 50 به علت بیماری قند توجی عثمان از کار امنیت کنار رفت و به ژورنالیستیک و ادبیات رو آورد. توجی عثمان سال 1968 در سن 66 از عالم چشم پوشید. او را در تپه رخک در کنار دیهه اونچی به خاک سپاریدند. نبیره ها تپه رخک را به یک باغ پردال و درخت تبدیل دادند. باغ توجی عثمان نام گذاشتند.